امروز قراره ما با همدیگه بررسی کنیم که مرحله به مرحله از ایران تا آلمان برای رسیدن به آسبیلدونگ دقیقاً چه کاری باید انجام بدیم. میدونم خیلی براتون گنگ این مسیر، خیلی براتون مبهمه، خیلی سوال پرسیدین ازمون، بر همین تصمیم به ساخت این ویدیو گرفتیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که کامل دستتون بیاد بعد چی کار کنین تو این مسیر. سلام بچه‌ها، به ویدیوی امروزمون خیلی خوش اومدین. همونطوری که گفتم ما امروز قراره در مورد مسیر آسبیلدونگ صحبت کنیم که دقیقاً مرحله به مرحله باید شما چه کارهایی رو انجام بدین. قبلش من یه توضیح کوتاه راجع به آسبیلدونگ بدم برای اون دوستانی که این اولین ویدیویی هست که از کانال ما میبینن و نمیدونن کلاً آسبیلدونگ یعنی چی. آسبیلدونگ یا دوره‌های کارآموزی توی آلمان دوره‌هایی هستن که شما در اونها به طور همزمان هم درس میخونین، چیزی یاد میگیرین توی مدرسه و همزمان پیش کارفرماتون توی شرکت، توی بیمارستان، حالا بسته به رشته‌ای که دارین میخونین، کار میکنین و بابت این کار کردنتون حقوق دریافت میکنین. حالا این یه توضیح کلی بود که من دادم. اگه جزئیات بیشتری میخواین بدونین رو لینک ویدیویی که اینجا براتون میذارم حتما کلیک کنید ببینیدش. همونطور که میدونین مهمترین شرط شرکت توی دوره‌های آسبیلدونگ داشتن مدرک زبان B2 آلمانیه. یه جورایی بزرگترین چالشش هم میتونه همین باشه. پس میتونم بگم اولین کاری که باید بکنین اینه که اگه با زبان آلمانی آشنایی ندارین یا مدرک زبان ندارین، کلاس زبان ثبت نام کنید یا خودتون به صورت خودخوان شروع کنید زبان رو یاد بگیرید بالاخره تا به سطح B2 برسید. لازم این رو هم بهتون بگم که حداقل یه بازه زمانی 1 سال لازمه که شما از سطح 0 به سطح B2 برسید و بتونید آزمون بدید و کامل توش مسلط باشید. حالا من این بازه زمانی‌ها رو هم واسه هر کدوم از کارهایی که لازمه بکنید حدودی بهتون میگم که دستتون بیاد از موقعی که میخواین اقدام کنین، یعنی از موقعی که تصمیم به مهاجرت میگیرین تا موقعی که بتونید برید حدوداً چقدر زمان نیاز دارین به صورت منطقی. این رو ما زیاد شنیدیم که بدون داشتن مدرک B2 هم میشه آسبیلدونگ گرفت. بله شدنیه، ولی خب درصد اتفاق افتادنش خیلی پایینه دیگه. شما وقتی که مدرک B2 ندارید و توی سایت‌های مختلف دنبال کارفرما میگردید برای آسبیلدونگ، خب اون کارفرما میاد رزومه شما رو میبینه، هیچ مدرک زبانی نمیبینه توی اون رزومه، احتمال خیلی زیاد رد میکنه رزومتون رو. یعنی اصلا کلا لایدا براتون ایمیل لایدا براتون میفرسته که متاسفانه مثلا ما تصمیم داریم با کسای دیگه ای کار کنیم. خب شما خودتون اگه بخواید منطقی فکر کنین احتمال پیدا کردن کارفرما خیلی پایینه توی شرایطی که مدرک B2 ندارین. حالا اگه 1% هم تونستین کارفرما رو پیدا کنین، قرارداد بگیرین، باهاش راه بیاین، باید چیکار کنین؟ باید بیاین نامه کفایت زبان بگیرین برای سفارت که از اونجایی که سفارت برای ویزای آسبیلدونگ مثل اینکه جدیدن یه مقداری سختگیر شده، نمیگم ویزای آسبیلدونگ نمیده، ولی خب چک میکنه که همه مدارکتون کامل باشه. به نفع خودتونه که همچین دست و پا قرص برین سفارت دیگه واسه مصاحبه ویزاتون، مدرک زبانتون هم باشه اونجا که دیگه هیچ بهونه‌ای به سفارت ندین، به آفیسر سفارت ندین که بخواد شما رو ریجکت کنه و بهتون ویزا نده. پس با توجه به این چیزایی که در موردش صحبت کردیم، داشتن مدرک زبان B2 خیلی خیلی بهتر از نداشتنش. توی این بازه 1 ساله‌ای که شما دارین زبان یاد میگیرین، میتونین بیاین یه سری کارهای دیگه‌تون رو هم جلو بندازین. به عنوان مثال واسه قوی تر کردن رزومتون میتونید برید دوره‌های فنی حرفه‌ای شرکت کنید. حالا چه دوره‌ای شرکت کنید دیگه اون بستگی داره به اینکه رشته مورد علاقه آسبیلدونگ شما چیه. به عنوان مثال اگه رشته آشپزی رو دوست دارید شرکت کنید، حتما برید تو کلاس‌های آشپزی شرکت کنید و مدارکش رو بذارید توی رزومتون. این فرصت 1 ساله خیلی زمان خوبیه واسه جمع کردن این مدارک و همچنین بعداً شما خیلی راحت میتونید سفارت رو قانع کنید که من به این کار علاقه داشتم و این مدت رو وقت گذاشتم واسه یادگیری اینطور چیزا. کار دیگه‌ای که توی این بازه 1 ساله میتونید بکنید ترجمه کردن مدارکتونه. بچه‌ها اگه مدارکتون دستتونه، اگه مشکلی بابت گرفتن مدرکتون ندارین، خیلی خیلی بهتون کمک میکنه که این مدارک رو بیاید زود ترجمه کنید. یعنی تو همون تایمی که دارید زبان یاد میگیرید مدارکتون رو هم بدید به مترجم رسمی، ترجمه شدهش رو ازش تحویل بگیرید. چون این پروسه هم یه مقدار زمان بره و اگه بذارینش واسه اون آخرا، مراحل آخر، یکم استرس میگیرین که حالا میرسم نمیرسم، وای دیر شد، چیکار کنم چیکار نکنم. چون شما مترجم که پیدا میکنید ممکنه که بهتون بگه که باشه من مدارک تو رو میگیرم 2 هفته دیگه به تحویل میدم.
خب یا 1 ماه دیگه اصلا به تحویل میدم. مدارک ترجمه میشه، همه چیش اوکیه. حالا یه مشکلی توی مدارک هست که دوباره باید اصلاح بشه، دوباره باید بره مهر تاییدات بگیره. خلاصه یا مترجم اصلا بدقولی میکنه. خلاصه این بازه 1 ماه ممکنه یه مقداری بیشتر طول بکشه و استرس بیشتری به شما وارد بشه. پس چه بهتر که زودتر واسش اقدام کنید. درسته که میگن مدارک ترجمه شده شما فقط 1 سال اعتبار داره. کاملا این قضیه درسته. توی سایت خود سفارت هم این قضیه ذکر شده. پس قدم بعدی بعد از ترجمه کردن مدارک گرفتن وقت لگال از ویزامتریکه که خود این گرفتن وقت لگال هم زمان زیادی ممکنه از شما ببره. ممکنه بین 1 ماه تا 6 ماه 7 ماه دیگه همینطوری برو تا بالا وقت بگیره که شما فقط بتونین نوبت بگیرین که بخواین مدارکتون رو بدین براتون لگال کنن. حالا یه پرانتز من اینجا باز کنم که اصلا لگال چیه، ویزامتریک چیه؟ ویزامتریک بچه‌ها یه طور واسطه است بین سفارت آلمان توی ایران که اومدن سعی کردن کاری کنن که گرفتن وقت از سفارت آلمان یه مقداری آسان‌تر و راحت‌تر بشه، منتها موفقیت آمیز نبوده انگاری. و لگال کردن یعنی چی؟ چند دقیقه قبل گفتم که وقتی شما مدارکتون رو ترجمه میکنین از زمان ترجمه 1 سال فقط اعتبار داره مدارکتون. وقتی که شما لگال میکنید اصطلاحاً مدارکتون رو، یا به فارسی میشه تایید و تصدیق کردن مدارک، بعد از انجام این کار دیگه اعتبار مدارک شما مادام العمره و هیچ وقت باطل نمیشه. میتونید توی اون وقتی که از ویزامتریک گرفتین برای لگال کردن مدارکتون همزمان کپی برابر اصل هم از مدارکتون بگیرید. منتها باید به این نکته توجه کنید که اگه شما توی همون روز بخواید 2 تا کار رو با هم انجام بدین، یعنی هم لگال کردن هم کپی برابر اصل گرفتن، دیگه مهر لگال روی کپی برابر اصل مدارکتون نمیخوره. که خب شما خودتون باید برید تحقیق کنید، ببینید اون ایالتی که دارین واسش اقدام میکنین، یعنی دوست دارین برین اونجا آسبیلدونگ بگذرونین، موقع آنرکنون کردن مدارک از شما مهر لگال رو روی کپی برابر اصل میخواد یا نه. حالا من ممکنه یه سری کلمه‌های سخت اینجا به کار ببرم که به گوش شما آشنا نباشه، دقیقاً بعد همون جمله براتون توضیح میدم. آنرکنون کردن چیه؟ بچه‌ها آنرکنون یعنی معادل سازی مدارک و برای دیپلم انجام میشه. یعنی شما که میخوای آسبیلدونگ بگذرونی، بعد از پیدا کردن کارفرما احتمال خیلی زیاد کارفرمای تو ازت میخواد که مدارکت رو معادل سازی کنی، که واسه این معادل سازی باید بیای کپی برابر اصل مدارکت رو پست کنی به اون ایالت و بعد از معادل سازی برمیگرده پیشت. که خب حالا باز یه نکته دیگه همین وسط وجود داره. مدارک شما بعد از اینکه به آلمان پست شد دیگه به ایران بر نمیگرده، یعنی قبول نمیکنن که مدارک رو به ایران پست کنن. باید شما آدرس یه نفری رو توی آلمان بهشون بدین. حالا اگه آشنایی دارین، دوستی دارین که اونجا زندگی میکنه، میتونه کمکتون کنه. خب اینم از آنرکنون که توضیحش رو بهتون دادم. در واقع شما این کپی برابر اصل مدارکتون رو کی لازم دارین؟ موقعی که کارفرما بهتون میگه من معادل سازی مدارک تو رو میخوام. اونجا به دردتون میخوره. حالا چه مدارکی رو باید ترجمه کنید، چه مدارکی رو باید لگال کنید، از چه مدارکی باید کپی برابر اصل بگیرید؟ نگران نباشید، همش الان بهتون میگم. مدارکی که باید ترجمه بشن توسط مترجم، مدارک تحصیلی شماست، مثل مدرک دیپلمتون و ریزنامه ارتش، مدرک پیش دانشگاهیتون و ریزنامه ارتش، و اگه میخواین بنا به دلایلی با لیسانس اقدام کنید، مدرک لیسانس و ریزنامه ارتش. حالا مدرک 4م چی میتونه باشه؟ اگه شناسنامه شما دچار تغییر بوده، لازمه که شما شناسنامه‌تون رو هم ترجمه کنید. تغییر یعنی چی؟ مثلا ازدواج کرده باشین، اسمتون رو عوض کرده باشین، فامیلتون رو عوض کرده باشین، اینطور چیزا. و اگه متأهل هستین، سند ازدواجتون رو هم باید حتما ترجمه کنید. نمیدونم چرا اینا جدا شدن اصلا. دیگه بعد از سند ازدواج اگه شما گواهی اشتغال به کار دارین، مثلا یه مدت پیش یه کسی کار کردین و میخواین واسه پر کردن گپتون ازش یه نامه بگیرین، بگین که من از فلان تاریخ تا فلان تاریخ مشغول به کار پیش ایشون بودم. حالا این کاره اگه مرتبط باشه با رشته آسبیلدونگتون چه بهتر. خب خلاصه اون نامه گواهی اشتغال به کارتون هم باید حتما ترجمه بشه. پس تا اینجا شد 6 تا مدرک. بعد از اون اگه مدرک فنی حرفه‌ای دارین، یعنی دوره فنی حرفه‌ای گذروندین توی این مدت، اون رو هم باید ترجمه کنیم. خب این مدارک رو ما باید ترجمه کنیم حتما. پیشنهاد میکنم که شناسنامه‌تون اگه تغییری نداشته بازم ترجمهش کنین، حالا داشته باشین پیش خودتون دیگه، بعداً ممکنه یه روزی به کارتون بیاد. خب اینا مدارکی بودن که باید ترجمه می‌شدن. حالا چه مدارکی رو من باید لگال کنم؟ مدارکی که باید لگال بشن مدارک تحصیلی شما، یعنی
دیپلم و ریزنمراتش، پیش دانشگاهی و ریزنمراتش، که حتما به مترجمتون بگین این دوتا رو توی یه پک براتون قرار بده. مدرک لیسانس و ریزنمراتش اگه دارین با لیسانس اقدام میکنید هم باید لگال بشه، و اگه ازدواج کردید یا شناسنامه‌تون دچار تغییر شده، شناسنامه‌تون رو هم باید لگال کنید. سند ازدواجتون هم اگه متأهل هستید باید لگال بشه. پس شد 5 تا مدرک که باید شما لگالشون کنید. حالا ویزامتریک چه مدارکی رو میاد لگال میکنه؟ مدارکی که حتما این چند تا مهر رو داشته باشه. مهر مترجم رو داشته باشه، مترجم رسمی، مهر وزارت امور خارجه و مهر وزارت دادگستری. پس بازم میگم تاکید کنید به مترجم که این مهرا رو روی این مدارکی که الان گفتم حتما بزن. بقیه این مدارک فقط صرفا واسه ارائه به سفارت و کارفرماست که بدون مثلا شما از فلان تاریخ تا فلان تاریخ داشتین چی کار میکردین یا چه دوره‌هایی رو گذروندین که توی رزومتون قرار دادین. این مدارک نیازی نیست که لگال بشن بچه‌ها، همین که ترجمهشون رو داشته باشین کافیه. حالا کدوم مدارک رو من باید کپی برابر اصل کنم؟ گفتم کپی برابر اصل کی به دردتون میخوره؟ موقعی که میخواین مدارک رو برای کارفرما معادل سازی کنید. پس میتونیم نتیجه بگیریم که فقط باید مدارک تحصیلیتون کپی برابر اصل بشه. مثل چی؟ مثل همون دیپلم و ریزنمرات، پیشوا ریزنمرات و لیسانس و ریزنمرات. بقیه مدارک نیازی نیست که کپی برابر اصل ازشون گرفته بشه. هزینه اضافی نکنید. یعنی من پیشنهاد میکنم که اگه شما مدارک تحصیلیتون و مدارک هویتیتون رو دارید الان، واسه ترجمه و لگال کردن اینها اقدام کنید. خب یعنی منتظر نمونید که همه مدارک فنی حرفه‌ای و اینها رو جمع کنید، همه رو با هم دیگه ببرید واسه ترجمه. شما ممکنه زمان ببره. این کار رو اگه انجام بدید خیلی کارتون جلو میفته، خیلی سرعت کارتون بیشتر میشه و حالا مثلا مدرک فنی حرفه‌ای رو دونه دونه میگیرید، همونو میدید ترجمه. خیلی چون مدرک کم، مثلا یه دونه برگه بیشتر نیست، هم زود بهتون تحویل میدن، هم دیگه به جز اون ترجمه کاری باهاش ندارید. یعنی لازم نیست برید اونها رو لگال کنید. اوکی همونطوری. حالا رسیدیم به چه زمانی؟ رسیدیم به اون تایمی که شما نه تنها سطح زبانتون رسیده به B2 بلکه آزمون B2 رو هم دادید و قبول شدید. اینکه چه آزمونایی وجود داره توی زبان آلمانی و کدوم رو انتخاب کنیم بهتره، شهریار قبلا براتون توضیح داده که من لینکش رو براتون میذارم اطراف همین صفحه، نمیدونم دقیقاً کجا. اون رو هم اگه دوست داشتید حتما ببینید. خلاصه مدرک زبان B2 تون دستتونه، مدارکتون ترجمه شده و لگال شده دستتونه. اینجا که شما شروع میکنید به نوشتن رزومه و کاور لتر یا همون انگیزه نامه. با توجه به اون رشته آسپیلدونگی که انتخاب کردید، میان یه رزومه خیلی خوب تدوین میکنید و یه انگیزه نامه هم مینویسید که چرا این شغل رو انتخاب کردی، چرا این شرکت رو انتخاب کردی و بقیه ماجرا. یعنی داستان اینه که مثلا رزومه شما تقریبا واسه شرکت‌های مختلفی که دارین اقدام میکنید یکیه. خب رزومه فقط توضیح داده که من اینم، اسمم اینه، این کارا رو انجام دادم، این مدارک رو دارم، پس این یکیه، تغییری نمیکنه. ولی شما توی انگیزه نامتون لازمه که بیایید هر دفعه واسه هر شرکت اسم شرکت رو عوض کنید، ببینید که اون شرکت از شما چه انتظاراتی داره، دلیل انتخاب اون شرکت رو عوض کنید. یعنی یکسان نفرستید برای همه شرکت‌ها. و بعد از نوشتن رزومه و انگیزه نامتون دیگه میایین همینطوری هی به وربونگ میفرستین، یعنی هی واسه کارفرماهای مختلف درخواست میفرستین که من اینم، این کمالات رو دارم، این مدارک رو دارم و دوست دارم واسه این مثلا پوزیشن، این کار توی شرکت شما استخدام بشن. بعد از اینکه شما کلی به وربونگ فرستادین، این کلی که میگم واقعا کلیه ها، یعنی ممکنه شما بالای 200 تا بالای 300 تا به وربونگ بفرستین، مثلا از این 200 300 تا 8 تا مصاحبه بگیرید از کارفرماها. یعنی این نکته رو واسه این دارم میگم که ناامید نشید. یه دونه به وربونگ فرستادید، 2 تا فرستادید، جواب منفی بهتون دادن، نگین من دیگه آسپیلدونگ نمیخوام برم. خیلی هستن که بالای 200 300 تا فرستادن تا تونستن بالاخره یه جا یه قرارداد کاری بگیرن. خب پس به وربونگا رو میفرستید و منتظر میشینید تا از یک کارفرما وقت مصاحبه بگیرید. توی این مصاحبه کارفرما میاد از شما یه سری سوالات میپرسه، مثلا اینکه از خودت برام بگو چه کارهایی انجام دادی، چرا دوست داری به شرکت ما کار کنی، مثلا چه چیزی برات جذابه توی این شغل، از سختیاش خبر داری یا نه، و در آخر هم ازتون میپرسه از من سوالی داری بپرسی در ادامه یا نه، که شما این مصاحبه رو به خوبی و خوشی پشت سر اگه بذارید میرید واسه گرفتن قرارداد، که دیگه اینجا باید با کارفرما وارد صحبت بشید و برای شرایط گرفتن ویزا از ایران رو توضیح بدید. مثلا بهش بگید من برای اینکه بتونم ویزا بگیرم نیازمند قرارداد و پیش تاییدیه هستم. اینها رو ازش میگیرید و بعد از کامل شدن تمامی مدارکتون دوباره مراجعه میکنید به ویزامتریک برای مصاحبه ویزاتون.
خبر خوبی که وجود داره اینه که این دفعه دیگه نیازی نیست شما وقت ویزا متریک بگیرید. با داشتن قرارداد و پیش تاییدیه میتونید همینطوری برید ویزا متریک، بگید من مدارکم کامله، من میخوام واسه ویزای آسپیلدونگ مصاحبه داشته باشم. دیگه بعد از گرفتن ویزاتون که ممکنه بین 1 هفته تا 6 هفته زمان ببره، میرید سراغ گرفتن بلیط و اینطور داستانا. خب این تمام کارایی بود که شما باید از ایران تا آلمان انجام میدادید واسه گرفتن آسپیلدونگ. قبلا هم ما یه ویدیو مشابه این موضوع داشتیم، ولی خب این یکی خیلی کاملتر و خیلی با جزئیات بیشتر بود که تک تک کلمات مثلا پیچیده و سخت رو براتون توضیح دادم که دیگه هیچ جای سوالی براتون نمونه و کامل همه چی براتون روشن بشه. حالا بازم اگه شما بعد از دیدن این ویدیو و نوت برداشتن سوالی داشتین، حتما کامنت بذارین برامون، بپرسین، ببینیم 100% جواب میدیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید.